بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که یه روز داستانی براتون تعریف کنم. یک معلمی از بچه‌ها گفت نقاشی بکشید. یه دانش آموزی دفترش رو برد به معلم گفتش که نقاشی کشیدم. معلم دید چند تا خط خطوطی هست شکسته مبهم. گفت اینا چیه؟ گفت یک روز برفیه، خونه کشیدم، درخت کشیدم. گفت خونه کجاست؟ گفت زیر برف. گفت درختش؟ گفت زیر برف. گفت نیمکتش؟ گفت اینجاست. فقط که چوب نشون داد. گفت بقیه‌اش زیر برفه. معلم هم یه صفر بهش داد. گفتم دانش آموز گفت اینم نمره 20 شما. گفت پس دوش کو؟ گفت اونم زیر برف. میترسم از اون روزی که قیامتی بشه ما شیعه هم این ابهامات گیر کنیم و بگیم نصفش نیست، کلش نیست، اینجا بوده رفته، اینجاش تعریف شده، اینجا مصلحت نبوده، اینجا تغییر شده. انشالله که همچین نمره 20 رسون دانش آموز نگیریم. مثلا میخواستم خدمتتون عرض کنم یه آیه از قرآن داریم، آیه معروف که و اصحابان تکتم شیئا ما هو خیر لکم. اونجا خدا یه پرانتزی میبنده. یه موقع شما مصیبتیتون یه کار، شما یه خیری میخواید، یه درخواست از خدا میخواید، در حالی که خیر شما در اون نیست، و یه موقع یه شر نمیخواید در حالی که صلاح شما در اون هست. اینجا پرانتز میبنده خدا. یه نمیگه به کجا رجوع کنید. وقتی میگه اومده طرف من و از من خواستی ادامهش میبنده. میگه یه موقع بدی که شر شما میاد صلاح شما در اینه. که این پرانتز بسته دیگه نگفت دیگه جای دیگه برید از کسی دیگه بخواید. میگه با همون شر بسازید، صلاح شما در اون شره. نگید خدا حالا نداده بریم متوسط کسی دیگه بشید. یه مطلبی می‌خواستم بگم. آقای دانشمند میگفت حضرت علی علم دریاها و اقیانوس‌ها و کهکشان‌ها داشتن. از سوال برام پیش اومد چرا از علم طبابت اطلاعی نداشته؟ خب حضرت زهرا مگر یه زخم سطحی برداشته بودن؟ یعنی به علم امروز این زخم سطحیه، حتی نیاز به اونجانس هم نیست. و همین پانسمانچار هم من زخمای الان مداوا میکنم. چرا میگن اونا علمی داشتن ولی درباره طبابت به درد مردم اون جامعه نمیخوردن؟ چون اگر همچین علمایی داشتن باید مثل ابوعلی مشهور میشدن، تاریخ باید اسمشون میومد. آقای انصاری، من می‌خواستم این سفر اول قسمت حضرت یوسف رو هم نگاه می‌کردم. حضرت یعقوب تو این داستانی که درست کرده بودن، سریالی که خودشون درست کرده بودن، حضرت یعقوب اومد خدمت این کسایی که تو تو بتخونه داشتن بت می‌پرستیدن، تو همون سریال نشون داد گفتم چرا بت می‌پرستید؟ ما از این شفا گرفتیم. و حضرت یعقوب یه جواب بهشون میده. خواهش می‌کنم یه رجوع کنید به این سریال قسمت اول و صحبت حضرت یعقوب رو توی شبکه پخش کنید. خیلی یعنی عین صحبت‌های خود آقای انصاری می‌کنه توی شبکه. و یه موضوعی که درباره توسل، آقا میگن برید در خونه اهل بیت. آقا اگه ما روسیه هستیم، درگاه خدا روسیه، درگاه اهل بیت روسیه، اصلا عزت اهل بیت، عزت صحابه، عزت اولیای خدا در اینه که شادی خدا شاد میشدن و با ناراحتی خدا ناراحت میشدن. ما اگه گناه بکنیم همونجوری که خدا ناراحت میشه، اهل بیت هم ما بعد از ما ناراحت میشه. دیگه وقتتون رو اون صورت نگیرم. فقط همون آیه 216 سوره بقره رو یه ذره بهش بپردازید اگه زمانتون اجازه میده و از شما خداحافظی کنم. خدا نگهدار شما، روزتون خوش، ایام بکام، خدا نگهدار. من تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی که خرافات شیعه‌گری رو رها کردن و به راه توحید و یکتاپرستی گام نهادن. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که کسانی که
در راه الله سبحانه و تعالی گام بردارن و سعی تلاش بکنن، الله سبحانه و تعالی راه رو برای اونها نشون میده و اونها رو به راه راست راهنمایی میکنه. در آیه 216 سوره بقره که ایشون فرمودن، دوستان نشون بدن: کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. میگه جهاد در راه الله سبحانه و تعالی بر شما واجب شده است، در حالی که برای شما ناگوار است. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال که آن برای شما بهتر باشد و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید حال که آن برای شما بد باشد و الله میداند و شما نمیدانید. این یک قاعده کلی رو الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکنه، همونطوری که این برادر بزرگوار ما فرمودن که یکی رو الله سبحانه و تعالی بهش فرزند نمیده، ناراحته. ما نمیگیم که سعی و تلاش نکنه، دکتر نره، مداوا نکنه، اگر دچار بیماری باشه علاج نکنه، نه، اما هیچ وقت از تقدیر خودش نناله، زیرا الله سبحانه و تعالی خیر و مصلحت شما رو در این دیده که شما الان فرزند نداشته باشید و کسی دیگری فرزند خدا بهش داده و این فرزند سبب بدبختی پدر و مادر شده. در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که خداوند به اون انسان نمی‌نگره یا او رو مورد رحمتش قرار نمیده که پدر و مادرش رو لعنت بکنه. صحابه پرسیدن که یا رسول الله کسی هست که پدر و مادر خودش رو لعنت بکنه؟ گفتن عملی انجام میده که مردم پدر و مادرش رو لعنت میکنن، یعنی این طرف سبب میشه که پدر و مادرش مورد لعن قرار بگیره. تصور بکنید شما مثلا بعد از ظهری خسته کوفته خونه نشستید، بچه مثلا 10-12 ساله میاد زنگ خونه شما رو میزنه، طرفی که تو خونه یعنی از سر کار اومده میخواد استراحت بکنه یا شاید هم میخواد بخوابه، میاد دم در رو باز میکنه میبینه هیچکی نیست. در این لحظه یعنی بیش از 90% مردم شاید اینو بگن که خدا لعنت بکنه پدر مادری که این گونه فرزندی رو تربیت کرده. ببینید که تربیت نادرست یک پدر و مادر سبب میشه که فرزندشون باعث لعن یا نفرین اونها بشن. الله سبحانه و تعالی به یکی پول نداده، ناراحته که چرا پول نداده، فکر میکنه که آرامش و آسایش در پولداری، در ثروتمندی است. خیلی هایی هستن که پول دارن، ثروت دارن، اما آرامش ندارند. پس هرچی که در زندگی ما رخ میده، طوری که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند المؤمن امره كله خیر، مؤمن همه کارش، همه امورش خیر است برای او. اگر مصیبتی برایش برسه شکرگزاری میکنه، اگر نعمتی براش برسه حمد و سپاس الله سبحانه و تعالی رو میکنه. همه امورش خیر است. الله سبحانه و تعالی در آیه‌ای که خیلیا اینو شنیدن و بشر عبادی الذین، بشارت بده به اون بندگانی که وقتی که مصیبتی به آنها میرسه چی میگن؟ انا لله و انا الیه راجعون، ما همه از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. یعنی همه این مصیبت ها و مشکلاتی که به نظر ما مصیبت هست، به نظر ما مشکلات هست، شاید در این رحمت و نعمت بزرگی نهفته باشه که غیر از الله سبحانه و تعالی کسی اون رو نمیدونه. قصد سفری دارید برای گردش، برای سیاحت، برای تجارت، اتفاقی میفته، یکی از بچه ها مریض میشن، شما نمیتونید به این سفر برید. شاید در راه تصادفی بوده، سقوط هواپیما بوده، مشکلی بوده، کسی میخواسته پول شما رو بدزده، کسی میخواسته مشکلی برای شما ایجاد بکنه. الله سبحانه و تعالی به شما رحم کرده و به وسیله یک موضوعی که شما شاید فکر کنید که مصیبتی رخ داده، اما در حقیقت این
رحمتی است که الله سبحانه و تعالی برای شما در نظر گرفته. به همین دلیل در این آیه الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. شاید چیزی رو شما بد بپندارید، بد فکر بکنید، اما در این خیر بزرگی برای شما از طرف الله سبحانه و تعالی نهفته است. تشکر میکنیم از این بیننده عزیزی که این موضوع جالب رو ذکر کردند.